Hallo liebe Deutschlerner und herzlich willkommen zum Deutschlernen. mein Name ist Manucheri. Wir lernen Deutsch. سلام نفرانی که زبان آلمانی میخونید و خوش آمدید به درس زبان آلمانی. نام من منوچهری کوهستانی است و ما میخونیم درس زبان آلمانی. دوستان عزیزی که دیر باز انتظاری درس زبان آلمانی بدید، دوستای عزیز بخشش میپرسم چون که من کمی مشغول بودم در دوادوی کار و بار دیگر، اما همیشه در فکر تو هستم. انشالله در حقتون دعا میکنم که همیشه در زندگی موفق باشین و کامیاب باشین. خوب، درس امروزه ما را سر میکنیم از schreiben نوشتن، schreiben فعل schreiben نوشتن، زمانی حاضرش پرزنس. ich schreibe من می نویسم، du schreibst تو می نویسی. خوب، شما میدونین دوستای عزیز یا که شما می نویسین. شما همه دوستان میدونین که در درس های پیشکی من هیچ سال گذشتگی هستم. به همون خاطر وقتی که میخواین این درس ها را بفهمین کوشش کنین که درس های گذشته را بخونین و انشاءالله که قدم به قدم حرکت کنیم. Er schreibt, sie schreibt, es schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben, sie schreiben. Perfekt یعنی زمان گذشته کامل. Ich habe geschrieben. اگر که ترجمهش کنی به معنی که من بودم نوشتم، اما خیلی میگیم که آسانش ich habe geschrieben من نوشتم در زمان گذشته. خوب، du hast geschrieben, er hat geschrieben, sie hat geschrieben, es hat geschrieben, wir haben geschrieben, ihr habt geschrieben, sie haben geschrieben, sie haben geschrieben. خوب، فعل دوم ما و شما فلیگن هستک. فلیگن به معنای پرواز کردن، پریدن، مثلا با هواپیما. فلیگن پرزنس زمان حاضره، پرزنس زمان حاضره. ich fliege من پرواز میکنم. du fliegst er fliegt, sie fliegt, es fliegt, wir fliegen, ihr fliegt, sie fliegen, sie fliegen. خوب، زمان گذشته کامل perfekt یعنی ich bin geflogen, ich bin geflogen, du bist geflogen, du bist geflogen, er ist geflogen, er ist geflogen, sie ist geflogen, sie ist geflogen, es ist geflogen, es ist geflogen, ihr seid geflogen, ihr seid geflogen, sie sind geflogen, sie sind geflogen. خوب دوستای عزیز، امروز درس خوب خواهیم داشت. خوب، درس فعل سومش رو میکنیم. زملن یعنی جمع کردن، جمع آوری کردن، یگان چیز جمع کردن. پرزنس زمان حاضره. ich sammle من جمع میکنم. du sammelst, er sammelt, sie sammelt, es sammelt, wir sammeln, ihr sammelt, sie sammeln. خوب دوستای عزیز، باز هم میگم که زی زملن با حرف کلان که نوشتگیش از اولش، این به خاطری است که یعنی شما، با حرف مایده یعنی آنها. خوب دوستای عزیز، باز هم میگم که درسای پیشکی را نگاه کنین به خاطری که دوستای عزیز بفهمید چی باره گپ میروه. من راستی چند وقت نبودم دوستای عزیز، درس نگذاشتم، بخشش میپرسم از شما. خوب دیگه کمک مشغول بودیم در کار و بار دوادوی سوسه، اما خوشحال هستم که باز میتونم که درس بگذارم. دوستایی که درس رو میخونین خواهش میکنم کامنتاری بنویسین. اگر که کامنتاری ننویسین من نمیدونم که میخونین شما یا نه، بعد دیگه انسان شوقش نمیاد که درس ده راستی گپ ده. پرفکت چون گفته بودم بشه که زمان گذشته کامل. ich habe gesammelt من جمع کردم، یگان چیز مثلا گردآوری کردم یا که جمع کردم. ich habe gesammelt, du hast gesammelt, er hat gesammelt, sie hat gesammelt, es hat gesammelt, wir haben gesammelt, ihr habt gesammelt, sie haben gesammelt, sie haben gesammelt. خوب دوستای عزیز گرامی،
شروع میکنیم یک چیز دیگر. من امروز دوست یک قصه برای شما نوشتگی هستم که انشالله با هم از خدا همه را میگذاریم. فکر میکنیم که بسیار معقول تو میشه و حتما تماشاش کنین. خب der Fischkönig یعنی پادشاه ماهی ها. خب این نقلی است. کوشش میکنیم که با نقلی کمک بخونیم چون مردم ما نقلی زیاد یاد میکنن زبانه. من کوشش دارم که هم خیلی بکنم که برای مردم ما فهمو باشه. خب Es war einmal ein Fischer. Es war einmal ein Fischer. در یک وقت بود یک ماهیگیر. Der hatte den ganzen Tag lang nichts gefangen. میگه این مرد روزی دراز یگان چیز نخپید، یعنی که یگان ماهی نخپید. Missmutig یعنی به معنی که ناباور، ناراحت. warf am Abend part auf یعنی که در بگاه noch einmal die Angel aus. باز همون بگیم که چنگکش دنگل کرده. aus یعنی که einmal die Angel aus، انگل همون چنگکش دنگل کرد. همون بگیم که چیزی ماهی قپیش دنگل کرد یک بار دیگه. und hatte Glück و خوشحال بود. به معنی ای که مثلا یگان کارش برار گرفته. Ein großer Fisch zappelte am Haken. میگه یک ماهی کلون همی پترس کرده همی سری چنگکش یک ماهی کلون زد. Mit Mühe zog ihn der Fischer ins Boot. میگه با کوشش به خرج داد و کشید این یعنی که همین ماهی را به طرفی همون کشتیش. Da sah vadid dass der Fisch goldene und silberne Schuppen hatte und auf dem Kopf ein Krönchen aus Perlen trug. دید یکی این ماهی همو بگیم که طلایی بود و نقرگی بود. همو نامش چیه به زبان فارسیش میگن پولک. همین پولاکاش بگیم که یک طرفش گلدنه طلایی و اون زیلبرنه نقرگی. شوپن همو بگیم که پولک. همو در بالای پوستی ماهی که هست همو تازهش میکنی و بعد ماهی را بگیم که میپزی. hatte und auf dem Kopf و در سرش ein Krönchen aus Perlen trug. و یک بگیم که تاج دیگه در سرش داره ماهی که همو را یعنی که در سرش داشت همو تاج. و تاج میگه از مهرهای قیمت بها مروارید از همینا بود که در او وقتا بسیار یعنی که قیمت می ایستادن. خوب نگاه کنیم تا کجا رو میره نقل ما. Ich werde dich dem Kaiser bringen. Ich werde dich dem Kaiser bringen به معنی که من تو را پیش پادشاه میبرم. Sagt der Fischer. گفتک ماهی قپ. Er wird mir einen hohen Preis bezahlen. گفت پادشاه ما یک سومی کلانو میده. Dann erschrak و بعد ترسید denn der Fisch sprach mit menschlicher Stimme. وقتی که ماهی با زبان یعنی که با آواز آدمی mit menschlicher Stimme با آواز آدمی صحبت کرد و گفت ich bin der König der Fische oder ich bin der König der Fische. گفت که من پادشاهی سلطانی یعنی ماهی ها هستم. gib mich ins Wasser zurück. پرتم دوباره در آب گفت. سنی ماهی قپ. نگاه می‌کنیم ماهی قپ چیش میگه. ماهی قپ گفتش که mein Töchterchen ist vor 2 Monaten gestürzt und seither an beiden Beinen gelähmt. گفت این ماهی قپ گفت که دختری ما گفت غلطیدگی است. 2 ماه میشه گفت و همه هر دی پاش چلاق شدگی هستند. یعنی که راه گشتن نمیتونم. sagte der Fischer گفت همو میگم که ماهی قپ.
unser Dorfdoktor kann ja nicht helfen. گفت همون یعنی که طبیبی که در دهه ما است، طبیب دهگی ما گفت نمیتونه گفت که همون دخترک کمک کنه. Und einen Arzt aus der Hauptstadt könnte ich mir nicht leisten. و یک بگیم که طبیب از شهر از مرکز من نمیتونم که بختم اجازه بدم، به معنی که نمیتونم زورم نمیرسه، یعنی که leisten به معنی یعنی که من به همین کار زورم نمیرسه. Mit dem Geld des Kaisers könnte ich es. با همون پولی که گفت پادشاه میتم وقتی که من طرف روختم میتونم که بگیم که همون دختری همون خدش همون ماه قبل تبابت کنه. دوستان عزیز گرامی، اولین بار بود من کوشش کردم که اولین بار به زبان آلمانی هم چیزا را ترجمه بکنم و با شما صحبت بکنم. انشالله که معقول توشتگی باشه دوستای عزیز. یک بار دیگه میخوانمش که بنویسینش. این نوشتن برای نوشتن بسیار خوبه. Der Fischkönig. Es war einmal ein Fischer, der hatte den ganzen Tag lang nichts gefangen. Missmutig warf er am Abend noch einmal die Angel aus und hatte Glück. Ein großer Fisch zappelte am Haken, mit Mühe zog ihn der Fischer ins Boot. Da sah er, dass der Fisch goldene und silberne Schuppen hatte und auf dem Kopf ein Krönchen aus Perlen trug. Ich werde dich dem Kaiser bringen, sagte der Fischer. Er wird mir einen hohen Preis bezahlen. Dann erschrak er, denn der Fisch sprach mit menschlicher Stimme. Ich bin der König der Fische, gib mich ins Wasser zurück. Mein Töchterchen ist vor 2 Monaten gestürzt und seither an beiden Beinen gelähmt, sagte der Fischer. Unser Dorfdoktor kann ihr nicht helfen und einen Arzt aus der Hauptstadt könnte ich mir nicht leisten. Mit dem Geld des Kaisers könnte ich es. نقل عالی به آخر نرسیده است. ما میگم که با این ماهی طلایی چیکار کردک؟ انا جرایم که باشین جامن. به همون خاطر دوستای عزیزی که این درس شنیدین تشکر به همه شیرای نر. کوشش میکنم که باز انشالله که در درس دیگر تا آخر شه همین قصه ها که برسونیم انشالله که معقول شده باشه به همه دوستای عزیز. فکر اندیشه اختوام بنویسین چون اولین بار است که این کار کرده ایستادم. اگر که خوب معقول شده باشه با میگیم که در آینده 3-4 فعل میخونیم با نقلی درس میخونیم. در امان الله باشین دوستا. خدا حافظ.